شما؟ چطوری خوبی؟ قربونت. ببخشید آقا احمد. بله. آقا احمد چی شد دیگه ما رو چرا اینطوری کردی شما؟ مزاحم اومد؟ ببین خود مزاحم اومد. دیروز من ابراهیم منو یه جا برده. خب یه آدم کثافتی بود. خدا وکیله نیا. چرا؟ نیا اون تو جا. خب من ابراهیم بود دیگه. گفت یه دونه احمد نامی هست. خب گفت یه دونه احمد نامی هست خوب هم چیز آدم خوبیه تو بیا بشین. که ماشین بیارم؟ ها؟ که ماشین بیارم؟ ببین من میترسم بازی اینطوری شد. خب نه حالا تو زود صحبت کن. مزاحم هست. ها؟ مزاحم هست. نگاه کن منو. ها من بیام. خب اسم تو میگی فامیلی کم میگی تو؟ ها؟ اسم و فامیلی تو میگی من دیگه میترسم بیام زاویه. خدا وکیله تو منو امتحان کن. ماشین بفرستم؟ آخه اسم تو میگی؟ احمده. احمد چی؟ ذوقی. احمد ذوقی. نگاه کن. بله. اون اسم پیروزی اسمش چی بود مرد ابراهیم منو برده؟ ناصر. کدوم ناصر؟ ست ناصر. به خدا میخواستم بزنمش کشاقو. ای بابا گروه پدرشون گدایه. حیف اون کسی که داده به اون. نگاه کن منو. جوان. نه شرم بالاستا. جوان. حیف اون کسی که داده به اون. نگاه کن منو. بله. منو چجوری میکنی؟ ها؟ منو چجوری میکنی؟ هر طور دوست داری. ها؟ هر طور دوست داری. هر جور دوست دارم؟ آره. آقا چجوری میکنی نگاه کن. ها؟ بلی بله. این چیز خونه مجردی نداری؟ چرا دارم. کجاه؟ همین جایه. همون که الان داری زنگ زدن به اونجا؟ نه. کجا؟ ماشین میارم. خب میارم اونجا. نگاه کن. بله. کسموس همه که میخوری؟ بله. کس همه میخوری؟ خدا وکیلی میخورم. چجوری میخوری؟ با زبان. یه دوتا بوسم کن. ها؟ یه دوتا بوسم کن. یه دونه دیگه. یه دونه بگو به خدا دوست دارم. یه دونه جون. یه دونه بگو. الهی بمیرم برات. یه دونه بگو دوست دارم. خیلی دوستت دارم. ببین بله. زن داری تو؟ آره. زن داری؟ چند سالته؟ من 21 سال. آخ الهی بمیرم برات. خدا وکیلی کس داری یا. ببین کسل اون قاشقی ها. گاز نگیری یه موقع. نه منو نگاه کن. بله. چقدر دوستم داری؟ خیلی. میتونی بخوری؟ آره بیا با اینجا صحبت کنیم. آخه میتونم صحبت کنیم. ببین من داره بدن نمیخوره. یه دقیقه ابراهیم منو برد اونجا من خیلی ترسیدم. آره. نگاه کن منو. آره. منم نیام منو اینطوری کنی شما. ماشین خودم. خودت ماشین داری؟ آره. چیه ماشینت؟ از این جدیدا. اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ احمد آقا. بله. اسمش مزاحم میاد. خب. اسمه. خب. ببین. که میایی؟ من نگاه. ساعت چند؟ من امروز میرم شمال. خب. شمال میرم خونه خواهرم اینا. اومدم از همون و میام طرف شما. زنگ میزنم بهت. من امشب دوستش داشتم. نگاه کن منو. به قرآن مجید من دیشب وقت داشتم نشد دیگه. 100 تومن میدم بهت. میخوای بیارم اونجا بدم. نگاه کن منو. خدا وکیلی. ببین مادر بزرگم داره فوت میکنه بعد سر اون باشین. من به قرآن میام. من شما رو خیلی دوست دارم ببینم. خدا وکیلی 100 تومن میدم. من میگم شما رو خیلی دوست دارم ببینم. دست چشم درد نکنه. خب بوزم کن. آخه جون. آخه خب کیر میخواه. کیرم بلند شده. خدا وکیلی بلند شده. خب احمد کار نداری؟ اسم چیه؟ اسم ساناز. شالا خدا وکیلی کیرم بلند شده. والا. خب الان بگی به جان خودم. الان بگی دست کیری تو.
الان کی رو بگی دستت؟ الهی بمیرم برات. کاری نداری؟ خدا وکیلی. کاری نداری؟ کست یه نشان بده. یا جون. یا احمد جا کن. کجایی احمد؟ جان احمد تو رو خدا جا کن. نگاه کن. ببین الان تو کاش که پیشم بودی. الان کاش که تو پیشم بودی میذاشتی تو کسم. همچین جا داره بیام. میگم منو نگاه کن. میگم من دیشب وقت داشتم به ابراهیمم گفتم که من میتونم بیام امشب ولی بعدشم مادر بزرگم میخواد فوت کنه. خب میخوام برم سر پیش مادر بزرگم بیمارستان. منم شانس مایه. ببین منو من 3-4 روزه باز برمیگردم اینجا میام پیش تو میرم. باشه. خب ببین من زنگ زدم جا رو جور کنی یا که من 1 ساعت 2 ساعت تا شبم خواستی میونم پیشت. باشه. به شرط این خودت تک باشی و ابراهیم ها. باشه. باشه. نگاه کن. میدونی میخوام کستو بخورم. الهی کستو بخورم. الهی کونتو بخورم. کیم بلند شده نمیتونم صحبت کنم. کاری نداری؟ کیره من نگه داشتم. آره نگه داری؟ رفتی جق بزن خونه. خب منم میام تو 3 روز دیگه آبتو میارم. باشه. منم جق میزنی؟ نه. چرا؟ نه. خب ببین 1-2 تا کورت هست اونا رو